رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دادرسی فدرالӣ در ایالت ҳавайиро که اجرای فرمانی منع مؤقت مهاجرت شهروندان بعضی از کشورها را متوقف نمود شدیداً تنقید کرد. او گفت دادرس برون از ҳудуди салоҳиятҳояш ҳукм содир кардааст. This ruling makes us look weak, which by the way we no longer are, believe me. این حکم ما را ضعیف نشان می‌دهد ولی ما دیگر ضعیف نیستیم. باور کنید، به مرز نظر کنید. ما بر ضد این حکم وحشتناک قیام نموده اگر لازم شود آن را تا دادگاه عالی خواهیم برد. We're going to take our case as far as it needs to go, including all the way up to the Supreme Court. فرمان اصلاح شده رئیس جمهوری آمریکا 6 مارت امضا شد و میبایست 16 مارت حکم اجرا بگیرد، ولی دادرسی یکی از ناحیه‌های ایالت هاوایی شام چهارشنبه حکم کرد که اجرای فرمان منع موقت ورود شهروندان 6 کشور اکثرا مسلمان نشین متوقف شود. در این بین مقامداران ایالت هاوایی به حکم دادرس بهای بلند دادند. ما احساس داشتیم که مجبور هستیم به تبعیض بر اساس ملت و یا دین راه ندهیم، زیرا آن ضد ارزش‌هایی است که ҳавайиро به مکان خاص تبدیل می‌دهد. ما احساس داشتیم که باید قضیه را به دادگاه کشیم و خوشحالیم که دادگاه موقع ما را پشتیبانی کرد. بار اول در تاریخ 27 ینور رئیس جمهوری آمریکا فرمان صادر کرد که بر اساس آن شهروندان عراق، ایران، سوریه، سودان، سومالی، لیبیا و یمن از جمله آنهایی که حق اقامت دائمی در آمریکا دارند موقتا از حق ورود به ایالات متحده محروم می شدند. آن زمان هم دادرسی فدرالی در ایالت واشنگتن قبل از حکم اجرا گرفتن فرمان تطبیق آن را متوقف کرد.